پس این شد ضمایر فاعلی. بریم بحث بعدی. نکته اساسی برای صرف فعل، وربن یا همون افعال. خب اول یه مثال فارسی بزنم که قشنگ جا بیفته این چیزی که الان می‌خوایم یاد بگیریم. این فارسی سازی به جهت اینه که یه مقایسه‌ای بشه بین زبان آلمانی و فارسی، شباهت‌هاشون البته چون تفاوت‌ها الا ماشاءالله هستش، و وقتی فارسی خوب جا افتاده باشه، خوب یاد گرفته باشی، دیگه آلمانی رو خیلی راحت‌تر و شیرین‌تر هم یاد می‌گیریم. خب ببینید، ما توی همه زبان‌ها دو دسته فعل داریم طبیعتاً، افعال با قاعده، بی قاعده. ما داریم فعلا راجع به افعال با قاعده صحبت می‌کنیم و خوشبختانه افعال بی قاعده تو آلمانی خیلی زیاد هم نیستن. افعال با قاعده خب مشخصه دیگه، یه دستورالعمل، یه فرمولی دارن و بر اساس اون دستورالعمل و فرمول ما خیلی راحت میتونیم یاد بگیریم که چجوری از این افعال استفاده کنیم. ببینید، ما تو فارسی یه چیزی داریم به اسم چی؟ شناسه فعل، که انتهای فعل میشینه مثل این میم یه دالی که میبینید و نشون میده که اون فعل برای چه فاعلی اومده. ببینید، توانستن، دویدن و شاید هزار تا فعل با قاعده دیگه مثال بزنیم این داستان روش صدق کنه. همه افعال با قاعده برای ضمیر اول شخص که باشه من همیشه به میم ختم میشن تو فارسی. میتوانم، میبینم، میدوم، میخورم، مینشینم، میآیم، میگویم. 100 تا فعل دیگه مثال بزنم همینه، به میم ختم میشه و از اون میم آخر شنونده میتونه متوجه بشه که منظور فاعل این جمله کیه؟ من. ما هیچ وقت نمیگیم که تو میآیی، من میآید، او میآیم. غلطه دیگه. ما سعی میکنیم، یعنی درستش اینه که اون فعل رو برای فاعل خودش صرف کنیم. شناسه فعل برای دوم شخص تو فارسی همیشه یه هست. تو میتوانی، میدوی، میبینی، مینشینی، میخوری، میگویی، میپری، میروی، میآیی، میخندی. میبینی همه به یه ختم میشه. هیچ وقت نمیگیم من میتوانی، تو میتوانم. غلط. برای او همیشه دال هست. 10 تا فعل دیگه هم مثال بزنیم همینه. پس این شناسه فعل ما اگه تو فارسی خوب یاد گرفته باشیم، همه فعلهای با قاعده از این داستان پیروی میکنن. حالا اینو گفتم که بگم تو آلمانی هم دقیقاً ما همینو داریم، کپی پیست، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شما تو آلمانی هم یه شناسه فعل یاد بگیر که برای فاعل، برای من، تو، او، ما، شما، چه شناسه‌ای باید آخر فعلت بذاری، اون شناسه رو ته همه افعال با قاعدت بذار و به همین راحتی همه فعلهای با قاعده رو یاد بگیر. بریم مثال ببینیم. خب 4 تا فعل اینجا ما برای مثال داریم استفاده میکنیم. فعل کومن به معنی آمدن، اهلیت. فعل ماخن به معنی انجام دادن. ببین سه ها صدای خ میده دیگه، قبلش حرف صدادار آ اومده. ماخن. هایسن به معنی نامیدن و زاین به معنی بودن، معادل تو بی انگلیسی. خب از کجا بفهمم یه فعل با قاعده است؟ خب تقریبا میشه گفت حدود 90-95% افعال آلمانی، 90 هم بیشتر، همون 95% افعال آلمانی نشونه با قاعده، گفتم اول که با قاعده، نشونه با قاعده بودنشون چیه؟ این ستای اول. چه بچه اشتراکی دارم به نظرتون؟ پسوند همشون ان هستش، همشون به ان ختم شدن و این زاین دقیقا برعکس. گفتم معادل تو بی انگلیسیه، دقیقا مثل همون تو بی قاعده است. پس افعال با قاعده یکی از نشونه هاشون اینه که به ان ختم شدن. البته اینم بگم نه همیشه ها، گفتم یه 5% هم استثنا داریم، افعالی داریم که به ان ختم شده باشن مثل ویسن ولی با قاعده نباشن. خب بریم این شناسه ها رو ببینیم چجوری روی این فعل ها باید پیاده سازی کنیم. خب اول اینکه ما وقتی میخوایم یه فعلی رو صرف کنیم باید ریشه اون فعل رو به دست بیاریم. اولین فعل کومن به معنی آمدن. خب ریشه فعل به چجوری به دست میاد؟ گفتیم نشونه افعال با قاعده چیه؟ ان دارن. خب اون ان تهش رو حذف کن، هرچی مون میشه ریشه فعل. کم 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 برای همه ضمایر فاعلی. خب الان ما اینجا چی کم داریم؟ همون شناسه فعل ها، میم یه دالی که تو فارسی داشتیم. یعنی برای ایش آخرش چی بذارم، برای دو آخرش چی بذارم. و جالب اینجاست که همیشه هم ثابته دیگه، قرار نیست عوض بشه. مثل میمی که برای من تو فارسی ثابته، من می آیم، من می بینم، من می خندم، من می گویم، همیشه میم هستش. برای ایش هم همیشه یه شناسه هست. این شناسه رو حفظ کنیم
جای کم شما 10 تا فعل دیگه بیاری بذاری همیشه این شناسه سر جاشه. خب و اما این شناسه ها چی هستن؟ بریم سراغ شناسه ها تا بعد بیایم برای کم جایگذاریشون کنیم. و این هستن شناسه هایی که ما توی صرف فعل های با قاعده باید یاد بگیریم. شناسه افعال با قاعده برای اول شخص برای ایش همیشه تو آلمانی ا هستش، برای دو همیشه استه هست. اینا کجا میاد؟ انتهای فعل. یادتون باشه ما ان رو حذف کردیم که این شناسه ها رو به آخرش اضافه کنیم. برای ایش برای دو استه، برای اغزی استه، هر ستاش فرقی نمیکنه، برای ایاته و برای ویا و زیزی دوتای آخر همون اینی که حذف کردیم دوباره برمیگردونیم سر جاش. تقریبا ما باید هم چهارتای اول حواسمون باشه که چی هستش. اون ویا و زیزی که جمع هستن و میتونیم همون اینی که حذف کردیم بیاریم بزنیم سر جاش. الان برای کومن ببینیم چی میشه. ایش komme, du kommst, Exis kommt, ihr kommt, wir kommen, sie kommen. به همین راحتی. الان من 10 تا فعل دیگه مثال بزنم، این قسمت های قرمز رنگ، این شناسه های فعل همیشه ثابت هستن. بریم یه مثال دیگه ببینیم. فعل ماخن به معنی انجام دادن. خب ریشه‌ش رو اول به دست میاریم. چجوری؟ اینش رو حذف میکنی چی میمونه؟ ماخ. خب اون شناسه‌هایی که یاد گرفتی شما خودت اضافه کن قبل از اینکه جوابا رو ببینی. ایش ماخه، دو بعد استه میگرفت ماخست،